در شهر کلوب با مقصد پیشگیری و پنهشوی بیماری‌های سیراحتی از جمله کووید 19 با استفاده از محلول‌های کیمیایی بی‌ضررگردانی کوچه محله‌ها و دیگر انشاءات‌های صحراوی ادامه دارد. پیشگیری و از بین بردن این بیماری نه تنها به دوش طبیبان واگذار گردیده است، بلکه کل جامعه باید در پیشگیری وبای عصر با انجام تدبیرهای سانیتری و گیگینی و کارهای تشویقاتی و ترغیباتی سهمگذاری نماید. جهت کارهای عامه‌فهمانی، ترغیب و رعایت دستور طبیبان و بی‌ضررگردانی محله‌های شهر کلوب با سهم یک تن شهروند گلرخسار شریف و 3 محله اهالینشین با استفاده از محلول‌های کیمیایی بی‌ضرر گردانیده شد. امروز با تشبث وکیل مجلس وکیلان خلقی ولایت ختلان شریف و گلرخسار در یک قطار محله های اهالینشین شهر کلوب یعنی کارهای بی‌ضررگردانی و اینچنین کارهای فرماندهی جهت پیشگیری از بیماری یعنی کووید 19 که امروز جامعه جهان را به تشویش آورده است گذرانده شد و این اقدام باعث می‌گردد که مردم یعنی از این بیماری امین گردیده و گیگین شخصی را رعایت کنند و به این بیماری ها گرفتار نشوند. مورد ذکر است که پیشگیری و پنهشوی بیماری کووید 19 از هر یک شخص وابستگی داشته. با رعایت قاعده‌های بهداشت و توصیه‌های طبیبان میتوان خود و اطرافیان را امین نگاه داشت. با این نظرداشت از جانب این شخص در برابر انجام کارهای بی‌ضررگردانی همزمان کارهای ترغیباتی نیز گذرانده شده. به هر یک ساکن محله‌ها ورقه‌های اطلاعاتی، نقاب و دیگر موادهای ضروری دسترس کرده شد. چنین کارهای بی‌ضررگردانی در دیگر تشکیلات و مساحات، مرکزهای سودایی و خانه‌های بلند آشیانه ادامه دارد. کریم جان امرخورزاده، محمدی رحیم، شهر کلوب، جهان آمد.